ای جماعت از چه مینالید؟ ایراد از شماست. ما به دزدان خانه دادیم و همینا حق ماست. مرگ بر اون دورها گفتیم دزد در خانه بود، آخر آن خانه زیبا همین ویرانه بود. مثل زالوها تمام خون ما را خوردند، هرچی هست و بود را اونها به یغما بردند. سفره ها خالی، پدر شرمنده فرزند شد، هر که حرف حق گفت تا روز ابد در بند شد. در گرانی ها در صف گدایی کرده ایم، دزدها در پادشاهی ما فقط یک برده ایم. چند درصد در رفاه و مابقی در چنگ فقر، دزدها در حال دزدی مابقی در جنگ فقر. خانه زیبای ما را ساده ویران کردند، روزهایی را که نباید به ایران کردند. راست میگویی خود کرده را تدبیر نیست، ساختن سخت است و امیدی به این تغییر نیست. ای جماعت از چه مینالید؟ ایراد از شماست. ما به دزدان خانه دادیم و همینا حق ما.